به یه هامور امروز براتون گرفتم. نمیخوام باش مجبوس درست بکنم، نمیخوام سرخش بکنم، نه میخوام تو فرش برم. میخوام براتون یه چیز جدید، برگر میخوام براتون درست بکنم. برو که بسازیم. تمیزش میکنه اینجور بی‌نظیره. این یه برگری براتون درست کنم اصلا نگم براتون. برو بسازیمش. اگه که هامورامون فیله کردیم با یکم میگو، یکم ادویه مخصوص که تو کپشن براتون مینویسن چنان، یکم خردل، سیر و گشنیز یا قشنگ با هم داخل مخلوط میکنیم. مخلوط کن یا غذا ساز که ریختیم قشنگ با هم مخلوطش میکنیم. اگهش نادیم تو یخچال اش می‌ریم تو پانکو مثل همبر پهنش کنی. مثل ای کنی، نه بکن مثل ای. بعد تو روغن سرخش کنی. بریم که سرخش کنی. دو دقیقه بس شه. آلو کوکو میخوایم. بیا اینجا سرخش کنی. وقتی که تو اومد داخل روغن اومد بالا پخته. مدل سس استفاده میکنم. براتون تو کپشن مینویسم. این سس اوله برای زیر نو، یعنی سس دومی برای بالای نو. سبزی که استفاده میکنی روکا، عربیش جرجیر، فارسیش نمیفهمم چه بگو. اصل کاری داشت یادم میره که من زیتون رفتم اسپانیا آوردم به خدا. برگر ما اون که آماده بی اینجا یک کمکی پنیر ریش میدیم، آلو کوکو ای وای گردونه. به خدا کیافش